بچه ها امشب جشن مرسه است. بعد الان اومدم پلازاد اسپانیا، اومدم اینجا. شنیدم که مثلا حالت کنسرتور و اینا، بعد پلیس و اینا کلا خیابونا رو بستن، خیابونا نزدیک اینجور جشنا رو. الان اون پردازش هم معلومه، بهتون نشون میدم و برم نشون میدم که چجوریه. اصلا هیچ ایده‌ای ندارم که چطوریه. سلام، آپدیت خبری. من خونم رو چند روزی پیدا کردم، اومدم ساکن شدم، ولی مطمئن نبودم. یعنی شاید یه هفته هستش که من خونم، ولی مطمئن نبودم خونه، چون بچه دارم به خاطر سر و صدا. ولی خب حالا سر قضیه اینکه خانواده‌ام و یه ذره خونه انرژی مثبت و چنین داستانا، مثلا امنه و اینا، راضی شدم که بمونم. خیلی مشکل داشتم تو گرفتن وقت پلیس و شهرداری. خیلی تلاش کردم که خودم بگیرم شهرداری و از طریق تلفن زنگ زدم وقت بگیرم. بعد یعنی وقت گرفتم، ولی خیلی وقتم دیره. وقت پلیسم برای بعد از این طرف این دوتا تقریبا دیر شد. یعنی من جا داشت که از این زودترم بگیرم برم و اینا. به یک نفر پول دادم، داره اصلا میاد شخص خیلی که دندونگردی هم از ماشین. خب خیلی جا داره کمتر، یعنی هستن کسی کمتر میگیرن، ولی خب من چون شاید نزدیک دیدم و شخص خوبی بود و اینا، گفتم مثلا این بگیره. ولی خب هزینه هم همینجوری داره میره بالاتر دیگه. مثلا اینجا خونه هم خیلی گرونه، همینجوری مثلا هزینه داره میره بالا برای ماه اول. دوستان، من پس فردا وقت پلیس دارم. بعد به هزار بدبختی وقت پلیس همو گرفتم که از اون ور دیر نشه، چون شما از تاریخ ورودتون 1 ماه فرصت دارین که وقت پلیس برین. من بدبختی گرفتم که قبل اون 1 ماه برم. بعد گرفتم وقت پلیس هم. وقت شهرداری من امروز بود. وقت پلیس هم پس داده. شهرداری رفتم، آدرس اشتباه زدم. یعنی اولش خواستم برم با آدرس اشتباه رفتم. اصلا کنم میرفتم یه جای دیگه، از شهر خارج شدم. دور و برم کلا دور داره خواهد که خدایی شد هیچ ساختمونی نیست. اصلا چیز عجیب غریبی که نیده بود. بعد اونجا کلی پرسیدم و اینا، جای اصلیشو پیدا کردم. با نیم ساعت تاخیر رسیدم. حالا مثلا مثلا وقتی من ساعت 10 بود، 10 و نیم رسیدم، مثلا اوکی اونجا شهر باز بالاخره یه جوری من راضیشون میگن تو خودت اول‌فر کارم انجام بدم. میگم که من فردا وقت چیز دارم، خب مثلا کارم انجام بدم. ولی من ساعت 2 وقت داشتم، 2 و نیم رسیدم. 2 و نیم هم در شهرداری بسته میشه دیگه. هیچ کاری نمیتونستم بکنم. شما بدونین اگه وقت گرفتی سر ساعت برین. من که نیم ساعت زودتر راه افتاده بودم. من که نیم ساعت زودتر راه افتاده بودم و نیم ساعت دیرتر رسیدم. با هزار بدبختی از اون موقع که رسیدم تا الان ساعت 8 شب من دارم دنبال آدرس شهرداری، وقت شهرداری میارم. چون وقت شهرداری هم تقریبا سخت گیر میاد. یعنی آسونه گرفتنش از سایت‌ها، ولی مثلا وقت زود بخواین سخته. بعد دیگه زنگ زدم، قطع کردن، ایمیل دادم، ریجکت کردن. دیگه تو سایتش بگرد و اینا، پی رفرش شد. یه وقت گرفت 8 صبح. من حالا نمیدونم شهرداری 9 صبح کار میشه. نمیدونم چون وقت 8 صبح. یعنی اومدن شهرداری. دوستان، شهرداری ها یه بی بزرگ جلوی درشونه. اینا تو ماشین خاصی رو گوگل مپ سرچ کنی، مثلا شهرداری رو سرچ کنی، میشه آیودامیento همچین چیزایی. بعد تو عکسش که نگاه کردی اگه بی بزرگ داشته شنون شهرداری مثلا میتونی بریم سر بزنی. بهتون بگم برای
برای شهرداری خیلی وقت شهرداری و پلیس، مخصوصا پلیس، خیلی سخت گیر میاد. نذارین دقیقه 90 مثل من که دهن تو سرویس رو کلی هم پول خرج کنیم بدین که بقیه واسهتون بگیرن و اینا. بقیه قیمتی که میگیرن واسه گرفتن نوبت از 30 یورو تقریبا شروع میشه تا 100 یورو که مثلا میگن که تو تا 70 یورو ازت میگیرن. خودتون میتونید قشنگ، خیلی آسونه، جفتش خیلی آسونه، هم پلیس هم شهرداری خودتون قشنگ میتونید بگیرین ولی زودتر اقدام کنید براش. یه فرم برای پلیس لازمه. مثلا پلیس این که تا اونجا که تونستی خب مرکز شهر بگیرید، ولی اگه نتونستی چون خیلی سختگیری میاد بیرون شهر هم شد بگیرید. ولی یه فرم دارین شما برای پلیس تا 790. خب تا 790 عوارضی که پرداخت کنیم 17 یورو، 16 یورو خورده، 17 یورو بعد شما پرداخت کنیم. اینو اگه شما کارت دارید که با کارتتون میتونید پرداخت کنید، اگه نه میخواین با کش پرداخت کنید. من امروز خیلی درگیر کش بودم چون هر 3 تا بانک رفتم، 3 تا بانک گفتن که نه تو نمیتونی کش پرداخت کنی و اینا، ولی میدونستم که میشه. یعنی تو گزینش تو فرم هستش که این با کش میتونید پرداخت کنید. کارت فیزیکی هم بگیرید. بعضی میگن که نه کارت نگیرید به خاطر یه جا گم کنید دیگه، چون رمز نداره هر کی میتونه کارتتون خالی کنه و اینا. ولی خب شما کارت بگیرید، کارت به خودتون بیرون نبرید، به خاطر اینکه یه جا مثل پرداخت مالیات ها شما کارت لازم دارین، به آنلاین نمیتونین پرداخت کنین. بعد از 3-4 ساعت گشتن از اون پرسیدن فهمیدم که برای کش شما باید برین بعد که فرمو پر کردین، خب گزینه کش رو انتخاب میکنید. 2 تا گزینه داریم، یه کش یا با کارت. توی کش رو انتخاب میکنید. فرم که تموم شد پر شد یه بارکد به شما میده. میری شما هر بانکی، من BBVA رفتم. خب توی بانک اصلا نمیرین، توی بانک برین یا یک بعد انجام نمیدن. بیرون ATM داره. اگه بلد نیستین از کارکنان اونجا کمک بخواید، بهتون خیلی قشنگ راهنمایی اونو اسکن میکنه. نهایتا 20 یورو میتونید پرداخت کنید. اگه بیشتر دارین، پول درشتر دارین، برید چنجش کنید، خوردش کنید. اونجا خیلی راحت پولشو میده براتون پرداخت میکنه، رسیدش هم بعد نگردین، بعد پلیس ارائه بدید. امروز 11000 قدم بیشتر راه رفتم. اولین بار که اینقدر قدم راه رفتم، انقدر دویدم دنبال کارا، دنبال این بانک اون بانک نمیشه بلد کنم. 3-4 روزه غذام ناگته و دقیقا از همون 3-4 روز بعد معده درد زیاد گرفتم، ولی غذا نمیتونم درست کنم، نمیرسم و اونجا که میرسم هم حوصله‌ام نمیکشه و خیلی تنبلی میگه چون واقعا خیلی سخته غذا درست کردم. خلاصه که ناگت رو بغل کردم. سلام، هفته سوم مهاجرتی گوشی تو دهنمه به خاطر اینکه بستم به خودم. حسنم سر رفته گفتم بریم یه چرخی بزن نزدیک خونم، دیدم که یه چیزی دارن، همیشه یه چیزی هست تو شهر. که داره صدای این آهنگ و اینا میاد. بعد اومدم ببینم چیه، مثل اینکه روز ملی اسپانیا است. اینطوریه. آخه خیابونا همه پرچم زدن. خب بچه‌ها یه سری وسیله نیاز داشتم از ایران. کلا الان من تقریبا 1 ماه و شاید بهتون میگم 3-4 روزه که اینجام. یه سری وسیله مثل نبات و چایکویی و اینا داشتم که آخرش بود داشت تموم میشد، گفتم که مامانم اصلا بفرسته. بقیه‌اش نمیدونم اصلا چی گذاشته. اصلا مادر من خودمونه برم اوکی، ولی دیگه چرا فکر کنید دولت نیست بهش مثلا نعنا بفرسته، چای نعنا میخورن. این هم چیزه ایناست که تو شل زرد میریزن دارچین، نمیدونم چرا اصلا فرستاده، حتما فکر کردن شاید اینجا شل زرد درست کنم. بعد واقعا اصلا اسفند گذاشته چش نخورم.
خب بهتون مثلا چایکویی بزنش، چایکویی خیلی خوبه. مثلا چای ترش گذاشته یکم با اینقدر گل محمدی با چای بخورم حالا این مثلا کادو فرستادم، این مثلا کادو بچه من شلوار ندارم، من کلا ایران شلوار نداشتم چون من همیشه شلوار میپوشم تو پام. این هم میدونستم یکی از دوستان برام گرفت ولی نیده بودمش، ولی میدونستم چه شکلیه. نبات بچه اگه نبات استفاده خیلی زیادی داریم مثل من نبات بیارید. من از طریق مسابقه برفرستم، یعنی کسی که از ایران میان باشداران میانه یا هر جای کشور دیگه اینا، یا گروه تلگرام داره میتونید از تلگرام ببینید، همچنین سرچ کنید کلی گروه میاره، میتونید تو اونجا بگید من واسه من هر کیلو رو 10 یورو حساب کرد. صاف قطعا هست ولی من پیدا نکردم تو نگشتم. بچه کادو گرفتم، خیلی حس خوبیه که باشون کلی فاصله داری برات کادو بزنم. آها راستی اینا کادو روز دختر من همشون کادوی روز دختر من. مهاجرت داستان عجیبی هستش از انسان‌هایی که بی‌اندازه قوی هستن. دختر قوی من روزت مبارک، بهت افتخار میکنم، قوی تر از قبل برو جلو. نمیگن چقدر دلم برات تنگ شده تا مواد پاهات سست شه. مادر چشم برات. سلام بچه‌ها، امروز بعد از 40 روز کارت اقامت احتمالاً اومده، دارم میرم پلیس برم بگیرمش.